سلام به گیجاواشی عزیز، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. نمیدونید که گفتن این سلام بعد یه مدت طولانی چقدر برای من با ارزشه. شاید به نظرتون ساده بیاد ولی واقعا توی این مدت دلم برای همین لحظه تنگ شده بود. دلم برای این که بشینم جلوی دوربین حرف بزنم، براتون تولید محتوا کنم، ولاگ بگیرم خیلی تنگ شده بود. دوربینم یه مدت خاموش بود، نه اینکه نخوام، نمیتونستم، انرژی و روحیش رو واقعا نداشتم. یه دوره هم کارمون شده بود دنبال کردن اخبار، فقط استرس داشتیم و گریه و زاری. نه که استرس فقط خودمون، خانوادهمون، فامیلامون، دوستامون، همه استرس همه رو کشیدیم. خلاصه خیلی دوره بدی بود. یه موقعی میشد که همه کنار هم میموندیم که خدا نکرده اگه بخواد اتفاقی بیفته حداقل کنار هم باشیم، بتونیم همو دلداری بدیم. خلاصه که نت نداشتیم باهاتون در ارتباط باشیم. مرسی از کسایی که بهمون پیام دادن تو یوتیوب یا پیج رستوران حالمون رو پرسیدن. ممنونم ازتون. ببخشید که دیر جواب دادیم به خاطر اینکه نتمون کار نمیکرد. اینستا یوتیوب نداشتیم تا یه دوره. خلاصه که اوضاع خوبی نبود، یعنی حالمون خوب نبود. همش به این فکر میکردیم که زندگیمون کاش برگرده مثل قبل باشه، چون همش استرس داشتیم. و میرفتم فیلم‌های قدیمیمون نگاه میکردم، میگفتم من میتونم یعنی بازم فیلم بگیرم برای دوستام، یعنی اصلا من زنده هستم. خلاصه که دوره پر استرسی بود برامون. ولی خب زندگی همیشه یه راهی برای برگشت پیدا میکنه. به خودم یه تلنگری زدم، گفتم بسته دیگه، پاشو شروع کن به کار. الانم اینجام با همون شوق برای ساختن فیلم. میخوام بهتون بگم که از همین هفته میخوام شروع کنم، نه فقط شروع، با انرژی بیشتر، صداقت بیشتر، ولاگایی که از ته دل میان براتون تولید محتوا کنم. میخوام با هم بخندیم، با هم تجربه کسب کنیم و از تک تک لحظه‌هامون لذت ببریم. بهتون قول نمیدم که همیشه کامل باشم، ولی قول میدم که همیشه واقعی باشم براتون. اگه هنوز اینجایین دارین به حرفام گوش میدین، یه دنیا ازتون ممنونم، چون شما باعث شدین که من دوباره برگردم. این فقط یه برگشت نیست، یه شروع جدیده، یه شروع از دل تاریکی به سمت روشنایی. پس بزن بریم.